که با چاقو میزنن، تاجیکا میکشن. دلیل در چی است؟ سبب در چی است؟ بیاین که سبب پیدا کنیم. سبب در بی‌اتفاقی ماست. کولاب رفته برای خود گروه ساخته در روسیه، دوشنبه رفته برای خود گروه ساخته، تاجیکای یک جای برای خود گروه ساخته و مردم هم میفهمن که اینا همقدر در بین خود دشمنی دارن که ما یگان دشمنی به اینا نکنیم، اینا رو فقط طرفشان نگاه کنیم، اینا میبازن. ما یک دست نیستیم، ما باید یک دست شویم. ما منطقه گرایی و قشلاق گرایی و سمت گرایی رو باید از بین برداریم و خدا نابود میشیم تاجیکای عزیز. بیاین که یک خانم، ما همیشه گفتیم و به این باور دارم، ایمان دارم، تاجیکا یک خانواده بزرگ هستند. یگان فرق بین خانواده شما، ناموس شما، خواهر شما، مادر شما و خواهر مادر من، یگان فرق پیش من نیست. یگان فرق نیست. کسی طرف ناموس شما با چشم بد تماشا کنه، چشمش هم میکشم از روش. من اینم یک تاجیک با ناموس هستم و به چیزی که میگم باور و ایمان دارم.